سلام دوستان، تو ویدیوی قبل دیدید که ماشین شسته شد و با یه پلیش کلی از خطای بدنه شما تونستیم برطرف بکنیم. ولی خب آسیبای بدنه این ماشین به چیزی بیش از کارواش و پلیش نیاز داشتش. واسه همین تصمیم گرفتم که اونو خط و خشگیری کنم. برای این کار افرادی هستن که با استفاده از رنگ در باک میتونن رنگی که میخواین رو براتون بسازن. بعد از اونم خودم دست به کار شدم با استفاده از یه قلمای خیلی ظریف خطا رو شروع کردم رنگ کردن. از این بعدش دیگه نیازی به توضیح من نداره. اگر از ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم اونو لایک کنین و با سابسکرایب کردن از من حمایت بکنین. نتیجه نهایی کار عالی نیستش، ولی خب برای خودم قابل قبوله. همونطور که ابتدای ویدیو گفتم وقت کافی نداشتم واسه اینکه ماشین رو رنگ بکنم. خب دیگه بهتره برای یه مدت با بدنه این ماشین کار نداشته باشیم تا به زودی یه سورپرایز خیلی جالب براتون داشته باشم. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه.